گروه مهمانان عبارت از شاعران و ادیبان شناخته تاجیک و ادیبان تاجیک زبان از جمهوری ازبکستان را دایره وسیع جوانان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده پیشواز گرفتند. بعد مهمانان از نمایشگاهی که از جانب خوانندگان مؤسسات تعلیمی شعبه معارف شهر تشکیل کرده شده بود دیدن نموده تاثیرات خود را چنین بیان نمودند. قید کردن لازم است که استاد مرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان برای دوستی خلق‌ها بسیار خدمت‌های شایان کرده هستند. استاد مرزا ترسونزاده فخر ملت دیگر خلق‌های هم نیز هستند، خصوصا ملت ازبک هم میباشند. با همین اثبات این گپ هم همین است که از تاجیکستان ما این دیروز دلیگاسیای کلان به تاشکند رفتند. در اونجا در اتفاق نویسندگان ازبکستان 108 سالگی استاد مرزا ترسونزاده جشن گرفته می شود. در نوبت خود در آینده در پایتخت عزیزمان زادروز استاد غفور غلام شاعر خلقی ازبکستان برگزار کرده می شود. این هم باشد اقدام یک نیک می باشد. در حقیقت در این روز در صحن کاخ دوستی مرکز شهر ترسونزاده از طرف خوانندگان مؤسسات تعلیمی شعبه معارف نمایش هنرهای مردمی، نمایش کتاب‌های استاد مرزا ترسونزاده و صحنه‌های جالب و رنگین به معرض تماشا گذاشته شده بود. مهمانان برای چنین پذیرایی بهای خوب دادند. بعداً در کاخ دوستی چهاربینی با اشتراک فعالان شهر دایر گردید. نخست رهبرت شهر شاعران و نویسندگان را به این شهر زیبا منظره ترسونزاده خیر مقدم گفته قید نمود که در حقیقت شاعر صلح‌پرور استاد مرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک خدمت‌های شایسته کرده در جهان با شعر و گفته‌های خود نام تاجیکان را بلند برداشته است. مهمانان نیز در نوبت خود برآمدها کرده از حیات و فعالیت استاد ترسونزاده نقل‌های جالب کردند. از جانب رهبرت شهر به شاعران جوان افتخارنامه و تحفه‌ها سپرده شد. در آخر چهاربینی از جانب محفل وارثان ترسونزاده خوانندگان مؤسسات تعلیمی شعبه معارف و صنعتکاران شعبه فرهنگ شهر یک برنامه جالب و رنگین پیشکش مهمانان گردانیده شد.